والا من راستش از ساز خودم شروع میکنم بدین دلیل که شاید بیشتر باهاش آشنا هستم. سنتور یک ساز 5000 ساله است که در واقع در دوران مزوپوتیان ابداع شده به عنوان اولین سازهای ساده‌ای که بشر میتونسته از حالا موی حیوانات به عنوان زه استفاده کنه و یه مکانیزمی درست کنه که با در واقع شیء دیگه روش بزنه. جزء خانواده چنگ حساب میشه، یعنی پدر مادرش چنگ هستن و توی دیسنت های چنگ ما به دو نوع دالسیمر میخوریم. یکیش در واقع دالسیمر هایی که با بدن در واقع تماس داره و زده میشه، مثل تار، مثل در واقع سیتار که بعدا میاد میشه سازهای مثل گیتار، و یکی هم میاد در واقع خانواده سازهایی که در واقع بدن یه مقداری جداتره مثل سنتور. و این سازها وقتی ایوالو میشه و در واقع دیسنتش ادامه پیدا میکنه میشه تبدیل به پیانو، یعنی آخرین ورژن سنتور پیانو. اگه دقت بکنید توی پیانو هم دوباره همین مکانیزم، اگه پشت پیانو رو نگاه کنید حالا یا به صورت ورتیکال به صورت افقی، شما یه سری همری دارید که این همرها حالا وصل به انگشت که بعد وقتی کیبورد رو فشار میدن همر در واقع به اون سیمی که مربوطش بهش هست اصابت میکنه و صدا رو تولید. این ساز خب تو کشورهای مختلف از بعد از در واقع دوره بین‌النهرین پخش شده و فرم‌های مختلفی داره بر اساس کالچر کشورها. تو کشور ما موسیقی حرام بوده، کوچیک‌تر شده. تو کشورهای دیگه مثل اروپا سیمبالی شده که بزرگتر از سنتوره، در واقع حالا اصلا حالت چیز نداره، همیشه با حالت ایستاده میذارنش، از بزرگی در واقع پدر پیانو خونه. و بعد تو چاینا به عنوان یانگچی میشناسنش، باز یه مکانیزم دیگه ای از سنتوره. در ایندیا به اسم خود سنتور شناخته میشه، بعضی جاها به اسم شاهتور شناخته میشه. مکانیزمی که حالا در سنتور ایرانی در شکل فعلیش به عنوان استاندارد فعلی استفاده میشه سنتور نخرک هست که در واقع اینا هر کدومش اسمش خرک، در واقع این ریش هایی که هر کدومش روش 4 تا سیم قرار. بعد هر کدوم همه این 4 تا سیم ها یه تیون در واقع یه نوت کوک میشن. و حالا ما همونجور که میدونید تو فیزیک به دو صورت میتونیم فرکانس رو تغییر بدیم، یا اینکه شما طول سیم رو زیاد کنید یا اینکه شما جنس سیم رو عوض کنید. اینجا میبینید که در واقع ما با عوض کردن طول سیم، یعنی خرک ها میره اونورتر، به این معنی که ما طول سیم شما یه جنس سیم دارید استفاده کنید، ولی چون طول سیم داره تغییر میکنه فرکانسی های مختلفی روی سنتور کوک میشه. و به تناسب اینکه شما میخواین حالا ربع پرده، نیم پرده، کمتر، بیشتر کوک کنید، این رو حالا خرک رو جابجا میکنید که در واقع چیز باشه. اگر هم که قراره که واقعا حالا ربع پرده کلا ربع پرده کوک بشه که خودش کوک میشه. ولی این نکته ساز اینه که برخلاف سازهایی مثل تار و ستار که شما همه پرده ها رو روش دارین و اجرا میکنید، یا عود که همه پرده ها روش هست و شما به تناسب اون چیزی که میخواین بزنین انتخاب میکنید که کدومش رو بزنید، در سنتور فیکسه. یعنی شما اگر که مثلا ساز خرک چهارمتون رو لای کرون کوک میکنید یا لای بمول کوک میکنید، این دیگه لای کرونه، نمیشه، عوض نمیشه اگر که حالا گوشی برداره و تک تک 4 تا سیم رو عوض کنید. یا اینکه توی سرعت که میخوان بزنن یا وقتی که با ارکستر دارن میزنن یا با خواننده یه هوی شروع میکنه تغییر دادن، خرک جابجا میکنن که سریع‌تره، که در واقع طول سیم رو تغییر میدن که حالا ربع پرده، نیم پرده، کمتر و بیشتر بکنه. 72 تا سیم داره و به هر حال چون یه سازی هست که مکانیزم قدیمی داره، تیون کردنش یه مقداری آسون نیست، ولی به هر حال نوازنده سنتور ریلایبل خوبیه تو ارکستر که به گوشش اعتماد کنن و
و بگن که آقا این چون به دلیل اینکه همش داره تیور میکنه. معمولا نوازنده های سنتور توی ارکستر کسانی هستن که از روی اونها بقیه ارکستر کوک میشه و چون سنتور در واقع حالا یه سازی هست که کوکش سخت تره، معمولا بقیه سازا میان تیور میکنن خودشون رو بر اساس، مثل اگر که پیانو باشه خب مادر پیانو و بعد همه بر اساس پیانو چه. به هر حال نسبت به سختی کوک کردن این ریسپکت توی ارکستر وجود داره. در موسیقی فعلی ایران به هر حال از 100 سال پیش، 150 سال پیش، شاید هم 200 سالی میشه که الان ما با ردیف موسیقی ایران در واقع سر و کار داریم. من یک خیلی کوتاه راجع به تاریخ موسیقی ایران بگم. ما موسیقیمون به 3 دوره تقسیم میشه: دوره قبل از اسلام، دوره میانه که دوره بعد از اسلام هست، از قرن سوم چهارم تقریبا شروع میشه تا قرن هفتم هشتم. بعد در دوران صفوی یک سکوت بسیار زیادی هست، سکوت 200 ساله هست تقریبا در ایران، بدین دلیل که دولت صفوی هر چیزی که بوی تسنن میداده رو در ایران از بین برده، از جمله موسیقی. و به هر حال چون قبلا مذهب تسنن بوده در ایران، بخش عظیمی از موسیقی ناپیداست، یعنی معلوم نیست که در واقع چه جوری هست. و بعد تقریبا یه 200 سال پیشی ردیف فعلی موسیقی ایران شکل میگیره توسط آقا حسین قلی و برادرش میرزا عبدالله. و بعد اون ردیف دیگه حالا نشر ادامه پیدا کرده و این چیز و این موسیقی فعلی ایران بر اساس اون ردیف میرزا عبدالله هست در واقع. از دوره قبل از اسلام فقط اون چیزایی که هست فقط اسمه، هیچ نوع نوتی و هیچ نوع آوایی ثبت نیست. امیدواریم که حالا در یه جایی در تاریخ به یک کتابی یه چیزی پیدا بشه و یه جایی در یک کتابخونه یا در یه چیز زیر سنگی یه چیزایی پیدا بشه، ولی هنوز چیزی نیست. در دوره میانی آواها ثبت شده به صورت اینکه نوت ها رو وقتی که می‌خواستن بنویسن به حروف ابجد می‌نوشتن، ریتم ها رو بر اساس ادوار ایقایی می‌نوشتن، تنان، مثل یه چیزیه مثل ادوار اوزان عروضی ولی برای موسیقی استفاده می‌شد. اوزان عروضی بر اساس فعلات، ادوار ایقایی بر اساس تنان. و بعد وقتی که می‌خواستن در واقع حالا نوتو بنویسن، اول عکس در واقع حالا عود یا دسته عود معمولا توی آثار قدیمی کشیده می‌شده و این تناسبات کشیده می‌شده رو دسته عود، ابجد نوشته می‌شده که اینا نوتا هستن. اون وقت از روی اون نوتا که مثلا حالا هر کدومشون به یه لتر برمی‌خورده، از روی اون ریتم هم می‌نوشتن. میگفتن مثلا این تنان بر اساس اون هم ریتم داشته و هم آوا داشته و از روی اون در واقع کانورت میکنن به حالت موسیقی فعلی که بر اساس دو ره می فا صل لا سی و با ریتم نوشته میشه و اجرا میشه. فکر کنم آخرین آثاری که هست آثار عبدالقادر مراغی هست از قرن هفتم که جدیداً توسط آقای درویشی گردآوری شده و همایون شجریان هم خوندتش. آثاری هست به نام 6 قرن 6 سال، یه همچین اسمی داره، نظمی شده 6 قرن 6 سال. تو یوتیوب اگر سرچ کنید میتونید داکیومنتری این موضوع رو ببینید که در عرض 6 سال این کار جمع شده و این 6 سالی که دارن این کار 6 قرن رو جمع میکنن همش راجع به اینه که این چجوری آواها چجوری نوشته شده و اولین نوازنده‌ای که به هر حال برای سنتور کانتریبیوت کرده برای نوشتن نوت‌ها و اولین کتابی که نوشته شده کتاب دستور سنتور توسط آقای پایور بوده. در واقع پدر سنتور ایران شناخته میشه بدین دلیل که آواهای قدیمی رو که هرچی که بوده رو که حالا در دوره‌ای که داشته از بین میرفته و اینها رو تونسته گردآوری کنه به صورت نوت در بیاره و
از لحاظ نظم و دیسیپلین هم آقای پایور واقعا نمونه است. تمام کارهای ایشون از جمله ضبطشون، اجرای ارکستر، کتاباشون، همه این کارا رو خودشون کردن. این کسی دیگه ای اینوالو موضوع نبوده مثلا نوتو بنویسه یا ضبط کنه یکی دیگه براش هندل کنه. تمام در واقع کارهای خودشونه و هنوز هم جزو آثاری هستن که به قول معروف مولای درزش نمیره. یعنی هنوز هم اجرا کردن بازسازی کارهای ایشون انقدر در واقع مرتب و منظم بوده که بازسازیش یه مقداری سخته. دیگر کسانی که به هر حال کانتریبیوت کردن توی این زمینه آقای مشکاتیان بوده که به هر حال ما از نسل ایشون هستیم و من هم شخصا خیلی متأثر از کار ایشون و دیگرانی که حالا به هر حال آقای اردوان کامکار که به هر حال فنون جدیدی رو و تکنیک جدیدی رو برای اجرای سنتور آوردن و کتاب نوشتن در این زمینه. فکر کنم 2 تا کتاب از کارهای ایشونه. این در واقع جمع‌بندی ساز سنتور. چقدر باید صحبت کنم؟ چقدر دوست دارم. میتونیم یه ذره بیشتر راجع به ردیف صحبت کنیم؟ مثلا قطعه‌ای که زدیم برامون چه دستگاهی بود؟ چه خصوصیتایی داشت؟ در دست حالا من یه دقیقه قبل از اینکه اینا رو نمیدونم تا چه حدیه مقداری راجع به خود ردیف اول صحبت میکنم، راجع به موسیقی صحبت میکنم. ببینید موسیقی ما اساساً یک موسیقی مقامی، یعنی حالا مقام چیه و دستگاه چیه و اینها رو همه رو توضیح میدم. به صورت تعریفی ما تعریف میکنیم که ما 7 دستگاه موسیقی داریم. این 7 دستگاه موسیقی بعضی هاشون یه سری زیر مجموعه‌ای دارن که به اون زیر مجموعه ها میگیم آواز، در واقع مثل شور که 4 تا زیر مجموعه داره. این زیر مجموعه ها هستن ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی و همایون هم یه زیر مجموعه داره به نام اصفهان. در موسیقی میانی موسیقی ما به صورت موسیقی مقامی بوده، به صورت موسیقی دستگاهی نبوده. یعنی یه مقام رو اجرا می‌کردن بر اساس، حالا در موسیقی قبل از در واقع اسلام هم همینجوری بوده، به صورت لحن‌ها بوده، لحن‌هایی که باربد درست کرده به حساب تعداد روزهای سال و تعداد روزهای ماه و تعداد روزهای هفته. 30 لحن باربد، نمیدونم این هم در واقع حالا اسمهاش هست ولی این چیزی وجود نداره. حالا اگر که شما بفهمید در واقع مقام چیه، ببینید ما وقتی که سنتور رو کوک میکنیم شما میاید هر کدوم از سیم‌هایی که روی در واقع ساز هست رو بر اساس 7 نوت دیگه، بر اساس یک تناسبی این 7 نوت رو کوک میکنید. مثلا میگید که سول نچرال باشه، ما وقتی که نچرال هست در فارسیشون بکار هست. اگه که نیم پرده بالاتر باشه بهش میگیم دیزه، اگه نیم پرده کمتر باشه بهش میگیم بمول، اگه رو پرده بالاتر باشه بهش میگیم سوری، اگه رو پرده کمتر باشه بهش میگیم کرون. بر اساس این شما هر کدوم از نوتایی که دارید از این 7 نوت رو میتونید رو پرده بالاتر، رو پرده کمتر، نیم پرده بالاتر، نیم پرده کمتر یا نچرال کوک کنید. خب و بعد یه تناسبی بین این نوت‌ها به وجود میاد. مثلا شما سولتون معمولیه، لاتون رو پرده کمتره میشه لا کرون، سیتون نیم پرده کمتره میشه سی بمول، بعد دو هم معمولی، ره هم معمولی، می هم نیم پرده کمتر کوک میکنید، بعد فار هم نچرال کوک میکنید، سول بعدی رو بنویسید سول بعدی دیگه یه دوره. این تناسبه رو بهش میگیم شور. یعنی حالا این یه در واقع کدی برای این درست میشه، به خاطر این تناسبایی که بین این نوت‌ها هست یک کدی براش درست میشه. این رج نوت رو بهش میگیم گام، یعنی یه دونه رج از سول تا سول بعدی یه دوره و این دوره به دلیل این تناسباتش شور اسمش گذاشته میشه. اگه شما این تناسبات رو عوض کنید دیگه شور صدا نمیده، یه چیز دیگه صدا میده.
حالا ما اومدیم از کل این کامبینیشن هایی که مختلفی که ممکنه وجود داشته باشه که میتونید تصور کنید که خیلی هست، فقط 7 تا بیشتر نداریم. این 7 تا اسکیل داریم و در واقع هم 7 تا هم نیست، 5 تاست. 2 تاش مچ رو هم ما 2 تا از دستگاه هامون، دستگاه نوا و آواز افشاریمون یه چیزه تقریبا، دستگاه شورمون یک کوک تقریبا دارن و ماهور و راست و پنجگاه هم باز یه تیون دارن، یه تناسب دارن. برای همین ما 5 تا اسکیل داریم و این 5 تا اسکیل رو حالا چرا ما 5 تا اسکیل داریم، چرا بیشتر نداریم؟ اینها آنستلی اینا بر اساس انتخاب مردم درست میشه، نه بر اساس درست کردن ما. مثلا موزیسین ها یه چیزهای جدید رو شاید تجربه میکنن، در واقع در اختیار مردم قرار میدن، ولی اینی که یک آوازی انتخاب میشه، بعد توی این آوازه که انتخاب میشه یک مثلا آقای بنان میره از یک منطقه یک آوایی رو برمیداره میاره به نام دیلم، بعد این رو روش یه قطعه میسازه، بعد خالقه میاد روی این یه قطعه بزرگتری میسازه که بنان اونو میخونه، بعد شجریان میاد اونو میخونه. این اِوولوشن انتخاب، اینکه مردم گوش میدن، این مهمترینش اینه که مردم قبول میکنن که اون دیمند هست که اون به وجود میاد دیگه، و بعد این چیز میشه، این اِوولوشن باعث میشه که شما اون گوشه رو به عنوان یک گوشه از کل ردیف قبول کنی، به عنوان یک گوشه. این گوشه از ردیف ماست. خب و این مقام ها و این دستگاه ها و اینها بر اساس انتخابات چندین و چند صد ساله مردم بوده که انتخاب شده، رسیده مثلا به این که حالا این دستگاه شوره و این دستگاه همایونه. این اسکیل رو که شما حالا در نظر بگیرید، میتونید که حالا این محوری که شما مثلا شما در شور سول میگید سول، لا کورون، سی بمول، دو، ره، می بمول و فا و سول. میتونید نوت محورتون رو، همین که سول هست، نوت محورتون یعنی نوت اصلی که شما هی بهش برگشت میکنید و هیچ رجوع میکنید، عوض کنید در همین اسکیل. یعنی اسکیل عوض نکنید، کوک سازتون هم دست نزنید، کوک سنتورتون دست نزنید، اسکیلتون رو عوض کنید، یه اسکیل دیگه ای رو ببخشید اسکیلتون عوض نکنید ولی نوت محورتون رو جابجا کنید به یه نوت بالاتر. حسش کاملا عوض میشه. حس اون درسته که نزدیک هست ولی حسش عوض میشه. چون حسش عوض میشه اسم جدید بهش میدن. برای همین این محور رو که ما عوض میکنیم، این محور رو وقتی عوض میکنیم بهش میگیم که ما موسیقی مودال داریم. یعنی مودالیتی مهمه. تونالیتی اینی که شما تون رو تنظیم میکنید بر اساس موده. مود در واقع با اون چیزی که ترجمهش میکنیم میشه همون مقام. یعنی شما همون اسکیل دارید میزنید ولی محورتون رو عوض میکنید، یه مقام جدید به وجود میاد. دوباره یه اسکیل در واقع محورتون رو عوض میکنید. وقتی که ما این محورها رو عوض میکنیم اسمای متفاوتی بهش میدیم. یعنی همون اسکیل هست، شور محورتون اگر که محور شور باشه شور میشه. اگه محورتون یه نوت بالاتر باشه ابو عطا میشه. اگه محورتون 2 تا نوت بالاتر از اون باشه میشه بیات ترک. 3 تا بالاتر باشه میشه افشاری. 4 تا بالاتر باشه میشه دشتی. این نگاه به موسیقی، یعنی این نگاه کردنی که من دارم به جایی که حالا بیام گوشه به گوشه نگاه کنم، بلکه ما یه کتابی داریم به نام کتاب ردیف. بعد این کتاب رو باید بریم حفظ کنیم. معلمان هی میگن آقا اینو باید حتما حفظ همینجوری هم که هست بزنی، اگه عوض بشه دیگه اصلا این نیست. یعنی مثل کتاب قرآن میمونه. شما هیچ وجهی جاش نمیتونی عوض کنی. این همینی که زده میرزا عبدالله همینو باید بزنی. همینی که پایور زده یا صبا زده این همینه و الا اصلا هیچیش نمیشه عوض بشه. اگه ما این نگاه رو عوض کنیم، یعنی بیایم بگیم که به ما به جایی که حالا 400 خورده ای 400 فکر کنم 50 60 تا گوشه داریم، بیایم نگاه کنیم ببینیم که ما این مقام هایی که داریم، مقام هایی که داره توش اتفاقات مختلف میفته چند تا هستن، برمی‌کنیم ببینیم که 18 تا مقام در موسیقی ایرانی بیشتر نداره. یعنی شما 18 تا مقام رو اگه در موسیقی ایرانی بلد باشید، موسیقی ایرانی بلد. اون دیتیلزش مربوط به یه نوازنده است. دیتیلز اینی که همه باید تقریبا فکر کنم به عنوان یه ایرانی باید این
7-8 تا از این مقام ها 12 تاش که همین سر دستگاه ها و سر در واقع چیزا هستن، آوازها هستن. یه 4-5 تا دیگه هم هست که اینا میشه مقام های اصلی موسیقی ایرانی. اینها رو به عنوان یه ایرانی به نظر من هر کسی به بلد بشه و وقتی گوش میده بگه که این مقام، حالا آیا گوشه اون گوشه هست اون چیزی هست، اون گوشه در واقع تعریف میشه به این که هر گوشه‌ای در موسیقی ایرانی یه گوشواره خیلی خاصی داره که اون گوشواره رو موسیقی و بلد باشه. اگه اون رو بزنه میشه اون گوشه، اگه یه چیز دیگه بزنه میشه یه گوشه دیگه. خب این به این صورت در واقع شما مثلا سه تا چیز ممکنه مثلا یه اسم داشته باشه در یه مقامه. برای شما وقتی برای یه شنونده در واقع عادی پخش میشه بگن این چیه، این باید بگه که این مقام دشتی. ولی آیا این دشتیه، این کردبیاته و این حجازه، هر سه تاش یه چیزه. یه سری تفاوت اندکی داره که اگه 3 تا نوت بیاد، اگه 3 تا نوت بره بالا میشه دشتی، اگه 2 تا نوت فقط هی اشاره به 2 تا نوت داشته باشه میشه کردبیات، اگر پرش 5 داشته باشه میشه حجاز. برای یه شنونده در واقع حالا که اینها رو چیز نکرده باشه الزامی براش نیست که آدم بلد باشه، ولی اینی که مقام چه مقامی داره میخونه اون یه چیز اصلیه که ورتی خوبه. جان مثال میتونی بزنی در مورد این سه تا؟ در مورد حالا با همین کوک بذارید مثلا. بله ما الان این کوک ساز من کوک شور سوله و بر اساس تناسباتی که شما میشنوید این گام شور میشه این سول، لا کرون، سی بمول، دو، ره، می بمول و فا و سول بعدی. اگر که من این گام در واقع همین رج رو از یه نوت بالاتر شروع کنم، در واقع محورم رو به جای که از سول دارم شروع کنم لا شروع میکنم، این میشه در واقع مقام ابو عطا. از لا هست از یه نوت بالاتر شروع کنم میشه بیات ترک. از یه نوت بالاتر شروع کنم میشه افشاری. از یه نوت بالاتر شروع کنم میشه دشتی. مثل همه هیچ فرقی نداره، ولی وقتی که جدا زده میشه محور روی اون قرار میگیره حسش فرق میکنه. گوش بدید. این مغز شور. حالا اول احساسش فرق میکنه. حالا بیات ترک. کاملا شما مثلا حالا نمیدونم تصوری که درسته که چون محور شما دیگه دارید با اون بازی میکنید، هی محور برمیگردید به محور اشاره میکنید، هی در واقع حالا درسته که نوت‌های متفاوت، ریتم‌های متفاوت دارید، ولی چون محور داره تغییر میکنه هی حسش فرق میکنه. این آواز افشاریه. و اگه یه محور باز ببرم بالاتر میشه دشتی. توتالی مثلا شما با شور که گوش میدین کلا فرق میکنه.
با ابوعطا فرق کنه، ولی به هر حال اینا اورلپ دارن و دستگاه رو ما بیایم به جایی که این تعریف کنیم که حالا اون دستگاهی که توی ردیف هست ما میگیم که اینجوری راحت تره که تعریفش کنیم که ببینیم که مجموعه میهمانانی که شما انتخاب میکنید به عنوان نوازنده برای زدن یک دستگاه، اون میشه دستگاه خانم ماهوری. خب اگر که من انتخاب کنم از این مقام هایی که دارم انتخاب میکنم، مثلا شور، مقام شور رو انتخاب میکنم، بعد میرم تو مقام ابوعطا که میزنم، بعد بیات الطرق میزنم و بعد شروع میکنم به شور، بعدش فرود میکنم به شور، میشه دستگاه پیمان. این متعلق بعد مثل این که شما افراد مختلفی دارید توی این مهمونی، میتونید چند نفر دعوت کنید تو مهمونی، میتونید چند نفر دیگه، بعضی وقتا اوورلپ دوستان مشترک توی دو تا مهمونی هم میتونن باشه. خب این فکر میکنم که نگاه ساده‌تری به موسیقی. یه ذره راجع به تکنیک نواختن سنتور برامون صحبت کنید. چیزایی که خاص، مثلا نحوه زدن، اصلا اسم این ما اسم چیزا رو به این در واقع من بس کنم. این در واقع مضراب سنتوره که شما حالا دستتون به حالت طبیعی که باشه در واقع مضراب سنتور رو بدین فرم میگیرید، حالا با هر دو دست فرق نمی‌کنه و معمولاً در قدیم نمد گذاشته نمی‌شده برای زدن سنتور، در واقع با چوب بوده و سیم، حالا چوب یا زه بوده. الان نمد میذارن که یه مقدار صدا نرم‌تر صدا بده که به سیم می‌خوره. بعد به هر حال گوشی ساز سنتور گوشیش برای در واقع کوک شدن، ما سنتور رو در واقع با گوشی‌های در واقع سنتور کوک می‌کنیم و بعد یک اینم کلید سازه که شما برای کوک کردن حالا در واقع گوشی رو تکون میدید، گوشی رو میچرخونید، سیم رو شل میکنید یا سفت میکنید برای اینکه تیونش کنید، یا میخواید این پرده کمتر بشه رو پرده بالاتر بشه، اینها بر اساس شل کردن و سفت کردن سیم صورت میگیره. در مورد تکنیک های مضرابا رو نمیشه از فلز درست کنه، میشکن رفتم به میکنید، میشه از پلاستیک درست کرد. الان فکر کنم درست میکنن اینجوری، ولی آره الان درست میکنن به صورت حالا چیز، ولی نکته‌ای که حالا هست نمیدونم، ما به دلیل اینکه فرهنگ سنتی داریم تغییر سخت انجام میشه. بعد یکی از کارهایی که حالا نوازنده حرفه‌ای میکنه اینه که باید به مرور زمان که داره کار میکنه باید اون مضرابی که تایپ دست خودش هست رو باید پیدا کنه، یعنی هی با مضراب‌های مختلف امتحان میکنه تا اینو چیز کنه. برای همین حالا این تکنولوژی‌هایی که جدیده، حالا مثلا فرض کنید یه نفری حالا مثل من که عادت میکنه به یه نوع خاصه، مثلا مضراب که باید سبک باشه، من مثلا مضراب سنگین اگه استفاده کنم آهنی باشه دستم درد میگیره. خب یه مقداری سبکیش کمک میکنه برای اینکه شما تکنیک بالاتری رو به خرج بدید. حالا اگر که با چیز باشه شاید فقط ایراد پلاستیک و اینها اینه که شما وقتی که وزن سبک میشه هم ایراد داره، چون شما باید فشار اضافی بیارید که در واقع اون صدا رو تولید کنید. تمام اینها بر اساس کنترل صداست، یعنی تمام موسیقی هم بیسیکلی شما وقتی که یه نفر آواز خوب میخونه بر اساس اینه که شما ببینید که چجوری داره حنجره‌اش رو کنترل میکنه، آیا قادر هست که حنجره‌اش رو خوب کنترل کنه یا نه، یا نوازنده سنتور یا نوازنده تار بر اساس اینکه چقدر این کنترل داره روی در واقع اون فشارهایی که داره برای
تولید صوت انجام میده، قدرت کنترل داره، بر اساس اون نوازنده ها رنگ میشه. برای همین سخته که یه مضراب پلاستیکی بدی چون تمام اون فشارها فرق میکنه، ولی به هر حال اگه وزنشو نگه دارن، اگه به خصوص برای بچه‌ها خیلی فکر میکنن که چیز خوبی باشه که بتونن ساز بزنن، بتونی که مضرابش کنن. و در مورد تکنیک سنتور نوازی ما کلا حالا 3-4 تا مکتب سنتور نوازی داریم. یکیش خب مکتب قدیمی که توسط آقای مجیدی کیانی تدریس میشه، ردیف میرزا عبد، در اساس ردیف میرزا عبدالله هست، با مضراب‌های بدون نمد زده میشه. اجرای ساز وقتی که یه نفر با نمد میزنه و با غیر نمد میزنه فرق میکنه. نمیتونید همون تکنیکو که شما اگه یه نوازنده‌ای که با نمد میزنه باید دقت کنه که وقتی که مضرابش عوض میشه و داره بدون نمد میزنه باید با یه ریتم‌های یه چیزای دیگه‌ای رو باید دقت کنه که بتونه زیبایی ساز رو انتقال بده. با همون مکانیزم زدن یه مقداری اشکال ایجاد میکنه. مکتب دیگه هم مکتب آقای پایوره که به هر حال فکر کنم 7-8 بیشتر از 10-20 جلد کتاب خودشون نوشتن توی در واقع برای اجرای سنتور. و مکتب آقای مشکاتیان که کتاب ایشون هم چاپ شده، البته نواراش هست، میشه که بیشتر نوازنده های در واقع حالا از جمله من کار کردیم بیشتر روی گوشی بوده تا اینکه از روی نوت و از روی کتاب باشه. و آخرین در واقع تکنیک، یعنی نوترین تکنیک سنتور نوازی هم کار اردوان کامکاره که یه مقداری حالت موسیقی کلاسیک میده. حالا اگر که یه دفعه دیگه فرصت باشه من یه سری از آثار اردوان رو میام اینجا شد. عالی. خب اتفاقا یه قطعه دیگه برام بزنیم. یه قطعه که خیلی بیشتر میزنم. یا اگه سوالی هست بپرسید. بفرمایید. هر سوالی هست بفرمایید. سوال مثلا وقتی شما میگین توی شور می بمونه دیگه درسته؟ بله. این می بمول توی همه اکتاوا بموله یا فقط تو وسط توی سیمای اکتاو وسط؟ سوال خیلی. ببین چون یه نوازنده فقط یک مقام نمیزنه، مقام‌های مختلف میزنه، خب مجبوره که تقریبا هر کدوم از اینا که موجود هست در موسیقی ایرانی رو داشته باشه. روی دسته تار یا روی عود یا سازهایی که به هر حال مثل ویولون که کمانچه که اونا پرده نداره، همه اینها وجود داره. یعنی شما هم پرون رو داری، هم بمول رو داری، هم بکار رو داری، هم سوری رو داری، همه اینها رو پرده وجود داره. شما هر کدومو که میخوای بزنی همون اجرا میکنی. اگر که مقامت تغییر دادی و یه مقام دیگه‌ای داری میزنی که پرده بندی فرق میکنه، حالا لازم داریم یک کرم بزنی، یک کرم میزنی. توی سنتور چون محدوده ما 4 تا می داریم. ما 2 تا می پایینمون رو کرم کوک میکنیم، 2 تا می بالامون رو بمول. برای اینکه اگر لازم باشه که در واقع مقام عوض بشه، معمولاً مقام شور به مقام درآمد خارا مثلا عوض میشه. خب و اون درآمد خارا چون یه کرون داره اون رو از در واقع مگه نگفتی وقتی مقام تغییر کنه نباید تناسب تغییر کنه؟ مثلا یه توی شور چند تا مقام هست؟ نه شما مقام ها درسته که مقام ها میاشون به مول. نه ببین شما یک اسکیل داری. خب این اسکیل شامل 10 تا مقام. اسکیل شور شامل تقریبا 10 تا مقامه. خود شور رو 4 تا آوازش رو عراق هست توش. عرضم به خدمتتون در واقع اینا همش یک چیزه. یک چیز نیست، محورش فرق میکنه ولی در واقع چیزه. بعد شما دستگاه‌های دیگه هم باز مقام‌های مختلف دارید. دستگاه دیگه شما مثلا فرض فرمایید تفاوت شور با همایون در اینه که فقط اون سیش به مال اون سیش بکاره. خب وقت این سیه بکاره شما اگر کسیتون بکار بشه، خب در مقام مثلا همایون دارید اجرا میکنید. خب و تو
دستگاه همایون هم باز مقام‌های دیگه‌ای هستن. اینا همه‌شون با هم اورلپ دارن. یعنی اگه که جدا بکنید می‌بینید که شما یه سری مقام‌هایی دارید که در یک اسکیل هستن، یه مقام‌هایی دارید که در یک اسکیل دیگه هستن، یه مقام‌هایی در یک اسکیل دیگه هستن. کل اینا تقریباً 17 است. یعنی ببینی اگه بخوایم مانو بدیم بین مقامات و دستگاه مختلف نیاز داریم که یک کرون آره میتونید که شما میتونید مثلا سی رو بمار کنید، سی اون طرفتون هم بکار کنید. وقت دو تا مقام موازی دارید، دو تا مقام مثلا یکی میتونید که بیداد بزنید. بیداد دقیقاً عین دشتیه و این تفاوت که فقط سیاش با هم فرق ولی از دو دستگاه مختلف هم اسکیلاشون با هم فرق من راجع به خود ساز سنتور سوال داشتم. اولا که سایزش همیشه همین اندازه است، خود سایز سنتور. دوم اینکه سیمش با سیم تار و ستاره اینا یکیه یا اصلا سیم‌های متفاوت؟ سنتور به صورت استاندارد سنتور سلکوکه، یه مقداری از این بزرگتر، یه تقریبا یه اینچ از این بزرگتر، یه اینچ تقریبا از این بزرگتره. و به تناسب اینکه شما میخواد صدا بمتر بشه یا زیرتر بشه، ساز تغییر میکنه. در واقع طول سیمو داریم، تقریبا همون جنس سیمو استفاده میکنیم. طول سیمو تغییر میدیم که بتونیم سازها رو در واقع با تیون‌های مختلف چیز کنیم. سیم‌های سنتوره. بله، سیم سنتور با سیم تار و ستار فرق میکنه. در اونجا شما باید با انگشت سیم رو تکون بدید، سیم ضربه بزنید. به تناسب سیم‌ها بسیار نرم‌تره نسبت به سیم سنتور. سیم‌های سنتور سیم‌های بسیار قوی هستن و شما تصور بکنید که الان 72 تا سیم در واقع به اون فشاری که روی این صفحه میاره، معمولاً تنها چوب گردو هست که میتونه تحمل کنه. چوب گردو به قدرتش یا چوب افرا معمولاً چوبایی هستن که و این چوب‌ها رو معمولاً اگر که بخواد ساز خوب باشه از درهای قدیمی یا چوب‌های استفاده شده قدیمی که قشنگ هم خوش شده هم سالها کار کرده و اینا استفاده می‌کنن که بتونه اون فشار روی صفحه رو تحمل کنه. آره دیگه، جنس سیم هم فرق کنیم. اینا براس هستن، اینا استیل هستن. صداش هم فرق کنیم. صداش بله و زی. یه نوت مثلا این نوت فا هست یا اکتاف پایین تره. یه نوت هست ولی به خاطر اینکه می‌خواستن با یه طول سیم درستش کنن جنس سیم رو تغییر دادن که بتونن صدای بمتری کنن. تو پیانو هم همینطوره. اگه در دقت بکنید مثلا یه جاهایی همینجوری سیم یکیه، بعد یه جای نگاه می‌کنید می‌بینید که یه طرف نمیتونه طول سیمو کم و زیاد کنه به خاطر چیزه، بعد اومده سیم کلوفتر گذاشته. سیم‌های کلوفتری وجود داره به قسمت چپ پیانو. این جنس تغییر دادن که میتونن صدای بمتری کنن. طرح‌هایی که روی خود صفحه سنتور باشه همش زینتیه، ربطی به صدا نداره. البته یه خاطره تعریف میکنم. یه دفعه آقای پایور یه سنتوری از آقای ناظمی در واقع گادفادر سنتورسازی ایران حساب میشه. اگه که سازش یه جایی پیدا کردید حتما بخرید با هر قیمتی که هست. مثل کار یحیی میمونه. یه سازی درست میکنن که آقای پایور میرن خونه باهاش ساز میزنن، میگن که این خرک سومش زیاد صداش خوب، صداش خفه است. میان پلو آقای ناظمی، بعد آقای ناظمی میبره تو اتاق و برمیگردونه میگه بزنید. آقای پایور میزنه میگه درست شده. سازو میبره، شب که می‌خواسته بذاره تو جعبه میبینه که زیر ساز سوراخ نیست. زنگ میزنه به آقای ناظمی میگه که این ساز شما سوراخ کردید. گفته آره، اونجا که می‌خواستم صدا رو وا کنم این ساز من اونجا سوراخ. یعنی حالا جدای از مسئله اینی که این سازو میشناخته، این چوبو میشناخته، صدا از کجا داره در میاد و چه جوری داره ساز صدا میده، این سوراخ‌ها در ساز ممکنه یه معنای خاصی بده، ولی الزاماً اینی که حالا سوراخ میکنن و گل درست میکنن و اینها بیشتر جنبه زینتی.
اگه سوالی نیست میتونم براتون بله. بیات ترک، مقدمه و 4 مصرع و تصنیف از